شما هر سحر از جا میخیزید و نفسی آزاد گیرید برای برطرف کردن فکرهای بد از سرتان. شما باید انتخاب کنید که اگر روزتان مثل هر روز دیگر گذرد یا اینکه روز شما امروز بهتر و خوبتر گذرد از روزهای گذشته و لحظه در این باره فکر کنید. امروز من در حیات هستم، من امروز شکرانه میکنم و من امروز مهربان میشم. امروز من هم به دیگران کمک میرسانم و دیگران رو میخواهم خرسند کنم و من این سحر خستم هزاران بار شکرانه میکنم که امروز روزی من بهتر است و من کوشش میکنم که روزم رو بهتر و خوبتر گذرانم. این همه درباره نیت است. وقتی که شما دقتتون رو به نیکی روانه میکنید شما چیزهای بهتر رو میبینید. اگر شما دقتتون رو به استرس و فکرهای بد روانه کنید و بدانید که آن روز شما روزی خوب نیست، روزی با برار نمیشود. ما باید هر روز ما رو همیشه به فکرهای نیک، بدم باشد ما به فکرهای نیک روانه کنیم و از خود بپرسید چی کار کنم که امروز من روزی خوب داشته باشم. من امروز چی کار کرده میتوانم و من امروز چی کار کرده میتوانم به دیگران هم زندگی خوب داشته باشم. و چشمان خود رو بکشا و اطراف رو ببین. حیات چه خیلی زیبا فریده است، چه خیلی طبیعت زیبا. ما باید با این طبیعت با این زیبایی شکرانه کنیم. ما باید کوشش کنیم. ما باید هیچگاه نگوییم که این کار نمیشه و اون کار نمیشه. امروز به حد روزی خوب است به خود بگو و کوشش کن، کار کن. بهانه پیش نیارین که این کار میشه یا نمیشه. وقتی که به خودت باور داشته باشی همه کار میشه. ما زندگی خود رو خود عوض میکنیم. با ما کسی زندگی ما رو عوض کردن نمیتواند. اگر ما خواهیم امروز زندگی خوب داشته باشیم باید ما امروز کوشش کنیم، فکر کنیم و کار کردن در کار. و از خود بپرسید امروز روزی واقعی است، در حقیقت امروز روزی مهم است. آیا من میتوانم تنها از این لحظه خرسندی کنم؟ آیا من میتوانم در دوام روز راحت کنم؟ وقتی که شما در دوام روز البته مهنت کردین، کار کردین، فکر کردین، وقتی که در دوام روز به شما چه حادثه میشه و چه روی دید میدهد در همون کارتون، البته شما آن را به یگان مانع کار فصل میکنین. وقتی که از سخت دل کار کردن در کار، وقتی که به خود باور داشته باشی. یگام نفر ثروتمند تولد شدگی نیست. یگام نفر موفقیت تولد شدگی نیست. خداوند حیات را در دست ما و شما دادگی است. ما تقدیر خود را چه خیلی حل میکنیم در ما داده است. شما دنیا را بینید، شما روز را بینید چه خیلی روزی خوب است امروز. اما برای این روزی خوب باید کوشش کردن در کار، باید مهنت کردن در کار، باید کار کردن در کار. وقتی که نمیخونی، وقتی که کار نمیکنی، تو از کجا زندگی خوب داشته میتوانی؟ کسی رو غیبت میکنین او خیلی داره به کسی حسرت میبرین، این تماما خوبه نیست. مهنت کنین، مهنت بخونین، این از همه چیزی مهم است.
تقدیر ما و شما را کسی حل نمیکنه، تو خود حل میکنی. من البته را باور دارم وقتی که شما این روز خوب داشته باشین، پگاه روز شما را هم خوب و بهتر میشه. کوشش کنین امروزتون شما خوب کنین، با فریب نه، با دروغ نه، حقیقت روزی خوب داشته باشین. هر خیلی فکر را از سرتون دور کنین. خدا حافظ. توانید در این کانال ابونه شوین. ما کوشش میکنیم ویدیوهای جالب اینا پیشکش شما گردونیم.